فکر میکنم که مضمون‌های شاهنامه فقط به شعر گفته میشود. این به دست ساخته میشد است این چیزها گفته. شاهنامه فردوسی اساساً اثری است بیشتر بخش‌های اون درباره جنگ و نبردها برای رسیدن به حقیقت. در اونجا ابزارهای خیلی زیاده جنگی، از آن حیات و ساحه‌های دهقانی و اقتصادی هست. من اولا سر کردم از شمشیر رستم، گفتم بیا از همین سر میکنیم و مبارزه رو برای به سوی ایجادیات سر میکنیم. من گفتم میتونم که اکثریت سران دولت هایی که همین تاجیکستان با ارتباط دارد و به تاجیکستان آمدند و حتی بعضی ناآمده هاشون هم خوشبختانه از آثار دستی من ساخته با آنها تقدیم گردیده است. پرزیدنت پاکستان احمدی نژاد، پرزیدنت ایران، پرزیدنت افغانستان نورسلطان نظربایف محترم، پرزیدنت ازبکستان کریمов، کوفی آناند